بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید. اگه عاشق خیارشور ترد و خوشمزه هستی این ویدیو رو از دست نده. یه روش ساده بهتون میگم، نیازی به جوشیدن آب نیست، خیارشورتون هم کپک نمیزنه، ترد و خوشمزه میمونه. فقط تا انتهای ویدیو همراه من باش. اون قلب کوچیکو قرمز کن، بریم تا با هم درستش کنیم. تو مرحله اول خیار رو میشوریم، سیر رو داخل یه ظرف میریزیم، 20 دقیقه بمونه. پوست سیر راحت کنده میشه. بعد از 20 دقیقه پوست سیر راحت گرفته میشه. موادی هم که لازم داریم: خیار، فلفل تند، سیر، نخود، سبزیجات هم شامل ترخون، جعفری و گشنیز. توی ظرف اول خیار میریزیم، فلفل بستگی به خودتون داره چقدر میخواین، سیر، سبزیجات و خیار. در انتها نخود اضافه میکنیم و روی ظرف رو با سبزیجات پر میکنیم. به خاطر اینکه میگم روی ظرف رو با سبزی پر کنیم باعث میشه خیارشورتون کپک نزنه. تمام ظرفا رو به همین صورت پر میکنیم. برای درست کردن محلولش هم نیاز داریم به 4 پیمانه آب که 1 لیتر آب میشه و 1 پیمانه سرکه، 2 قاشق غذاخوری نمک. آب و نمک و سرکه رو کاملا با هم مخلوط میکنیم، توی ظرف میریزیم. به مدت 1 شب تا صبح در ظرف رو میذاریم باز بمونه، به خاطر اینکه گاز اضافه ظرف خارج بشه. بعد در ظرف رو میبندیم، یه جای تاریک میذاریم. بعد از تقریبا 10 روز خیارشور قابل مصرفه. درست کنید، نوش جونتون. مرسی که تا انتهای ویدیو اومدید. با یه لایک کامل از منم حمایت کنید ممنون میشم. دوستتون دارم. عمو روحی.